عمر خیام. عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. چون واقفی ای پسر زهر اسرار، چندین چی خوری به بیهوده تیمار. چون می نرود به اختیار کار، خوش باش در این نفس که هستی باره. خواهی که پسندیده ایام شوی، مقبولی قبولی خاصه و عام شوی. اندر پی مؤمن و جهود و نصرا، بدگوی مباش تا نکونام شوی. خوش باش که پخته اند سودای تو دی، ایمن شده از همه تمنای تو دی. تو شاد بزی که بی تقاضای تو دی، دادند قرار کار فردای تو دی. دانی که سپیده دم خروس سحری، هر لحظه چراغه می کند نوحگری. یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. خیمه خیام.